سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با هم دیگه میخوام یه مرغ متفاوت درست کنیم. مرغ نوشابه‌ای. برو بریم که درستش کنیم. خب بچه‌ها، برای آماده سازی این غذای خوشمزه اول باید پیاز و پیاز شامون رو خوب خورد و نگینی کنیم. مرغای رونمون رو چند تا برش بهش میزنیم که ادویه خوب به خورد مرغامون بره. ادویه رو داخل کپشن هم براتون مینویسم. 1-2 ساعت بذارید تو این مرینیت بمونه مرغامون. بعد از این پیازامون رو خوب سرخ میکنیم. وقتی که پیازا سرخ شد به زردچوبه اضافه میکنیم و بعد پیاز چهار رو میریزیم. بعد از سرخ شدن پیاز چهارمون مرغامون رو میذاریم خوب دو طرفه سرخ بشه. چند تا کرم بهش اضافه میکنیم که هم خوش رنگ بشه هم خوش عطر. نصف یک نوشابه خانواده میخوایم که بهش اضافه میکنیم و میذاریم برای خودش بپزه. یک کته خوشمزه هم میخوایم. با این غذا خیلی میچسبه. غذای ما حاضره. نوش جونتون. لذت